بهت بگم چرا نمیشه قیمت تعمیر گوشی تو از تو اینترنت در بیاری. مثلا گوشی LCDش میشکنه، میری تو اینترنت سرچ میکنی LCD مثلا A20S مثال. شما توی اینترنت میبینی LCD رو نوشته مثلا 1 میلیون. میری پیش تعمیرکار بهت میگه 2 میلیون. میگه ای بابا داری 1 میلیون از من سود میگیره. اینجا چند تا مسئله پیش میاد. مسئله اول، شما نمیدونی اون قطعه‌ای که تو اینترنت میخوای بخری اصلی فرعی چیه. مسئله دوم، اجرت اون تعمیرکار رو در نظر نمیگیری. و مسئله سوم که از همه مهمتره، اگر شما اون قطعه رو بگیرید به دستتون برسه و بعد بفهمید اون قطعه ایراد داره یا میتونید مرجوعش کنید، نتیجه میگیریم که بسترهای خرید قطعه به صورت اینترنتی هنوز توی کشور ما فراهم نشده. ما خودمونم که میخوایم قطعاتی رو اینترنتی بگیریم حتی الامکان سعی میکنیم از سایت ها یا مراکزی خریداری کنیم که بشناسیمشون و بتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم و بتونیم جنس رو مرجوع کنیم. پس پیشنهاد میکنم اگر شده یک مقدار هزینه بیشتر رو متقبل بشید، اما پیش تعمیرکار گوشیتون رو ببرید و با تست تحویل بگیرید و با خیال راحت مبلغش رو پرداخت کنید. امیدوارم این پست به درتون بخوره. بفرستید برای همه کسایی که تا یه چیزی میخوان میرن تو گوگل سرچ میکنن.